روزی از روزها میگه یک بادیه نشین صحرا نشینی آمد به محضر نبی مکرم اسلام، گفت ای محمد من تا از تو معجزه نبینم تو را قبول نمی کنم. سبحان الله، رسول معظم اسلام نگفتن برو مشکلی نداره ایمان نیاور، نه خیر، گفتن چی میخواهی؟ برای تو چی معجزه نشان بدهم؟ این بادیه نشین، این صحرا نشین، این کسی که ادب و احترام را هم درست نمیدانست، گفت یا رسول الله من میخواهم این درختی را که میبینی این بیاید پیش تو، صدا بکن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم چون رحمت برای عالمیان بودن، گفتن برای این بادیه نشین برو برای درخت بگو که محمد تو را صدا میکند. این رحمت هست که همه احجار و اشجار و همه به فرمان رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم الله قرار داده بود. این اعرابی و این بادیه نشین رفت کنار درخت، گفت که محمد تو را صدا میکنه. ناگه این درخت با او عشق و با او جذبه که داشته در تاریخ و روایات می آورد که خود را طرف راست کرد و طرف کج کرد و از ریشه بالاخره بلند شد، آمد به محضر نبی مکرم اسلام، گفت السلام علیک یا رسول الله. این بادیه نشین، این صحرا نشین خود را به دست و پای رسول الله انداخت، گفت یا رسول الله به تو ایمان آوردم، اجازه بدی که تو را سجده کنم. رسول الله گفتن نخیر، سجده مال خداست، سجده از خداست، برای مخلوق نمیزیبد، فقط ذات اقدس الهی را سجده کن. اخلاق پیامبر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سروران عزیز و بزرگوار، من و شما در آستانه 12 ربیع الاول قرار. چی روز مبارک هست؟ یک لحظه فکر کنیم که در این روز کی به دنیا آمده و کی از دنیا رفته است. اگر اینجا سجده می کنیم الله را، از برکت محمد رسول الله است.